چرا به جامعه شهروندی راه داده نشد کمک خود را به آسیب دیدگان جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رسانند؟ و چرا جامعه با شور و شق میخواست یاریهایش را به واسطه تشبسکاران خود دسترس مردم واروخ، خواجه اعلی، چارکو و دیگر محلهای ضرر دیده کند؟ اما طلب مقامات شور و شق را خاموش نمود. نهایت چرا حکومت و جامعه شهروندی در این کار نتوانستند با هم زبان یابند و همکاری کنند؟ در برنامه نوبتی گپ آزاد تلاش میکنیم به همین سوالها پاسخ یابیم. مهمانان ما رئیس حزب دموکراتی سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمانی تاجیکستان و عبدالملک قادروف کارشناس مسائل سیاسی. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و حالا شروع میکنیم با سوالهای نخستین. آنچه گذشت سبب شد که مقامات برای تلاش به تنهایی اجرا کردن امر خیر، یعنی هدف تنقید جامعه شهروندی قرار گیرد. جناب عثمانزاده، مجلس نمایندگان در این قضیه مثل اینکه تماشابین بود و هیچ چیزی هم نگو و چیزی به زبان نآورد. مثلا من همچون وکیل فکر خودم ابراز کردم. یک بی‌طرف نبودم. دیگر وکیلان در شبکه‌های اجتماعی برآمد کردند. گپ در سر اون می‌رود که کمک بشر دوستانه کردن این خوب این از قانون یگان محدودیت نیست. فقط مکانیزمی عملی کردن آن باید که خود در یک مسئله در سطح دیده میشه. ولی خب نمیدونم سوالای بعدی نیست ما در کدوم پهلو این مسئله را در بر میگیرد. خب سرول من همین میخواستم ابراز کنم که البته هر یک کار مکانیزم کار خودش دارد و جامعه شهروندی باید با همون شکل یک مکانیزمی میساخت که خب انمی کمک به اینا میرسه. چی طور؟ یعنی هر یک شهر نویه وکیل دارد. هر یک شهر نویه. بغیر از این ما شورای جمعیتی داریم که نیازهای و طبقه‌های گوناگون جامعه را معرفی میکنند. خوب میشد که از اینا از وکیلان و از اونا استفاده میکردن و در همبستگی هر مشکلاتی که پیش اومد خب یک جای اونا بررسی میکردن. جناب قادروف، شما به حرفای عثمانزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است؟ آن چیزی که سید جعفر گفتند یک لحظه از این سخن بسیار برای ما پسند است وقتی که گفتند که باید که در یک جایگی میکردند، ولی در موضوع آن که جامعه شهروندی باید، من تاکید میکنم به همین کلمه باید، با این یا آن مقام یا با این یا آن سازمان حتما هماهنگ سازی میکرد، من در اینجا راضی نیستم. چون از نقطه نظر قانون هیچ ممانعتی برای فعالیت جامعه شهروندی در کار جمع کردن و رسانیدن کمک‌های بشردوستانه وجود ندارد. جناب عثمانزاده، هدف مقامات از باز کردن حساب یگانه در وزارت مالیه چی بود؟ چی بدی داشت که جامعه شهروندی خودش علاهیده کمک میکرد و وزارت مالیه از روی خودش کمکش میرسانید؟ نظرتون چی است در این باره؟ نظر من همین است که ببینید پهلوی اساسی مسئله را ببینیم که البته اگر یک نظر کنیم با همین مثلا مزد معاشی کارمندان حکومت و نهادهای حکومتی و اجتماعی مردم هنوز هم احتیاجمندند، یعنی معاش باید زیادتر کرده شود، اما با سببی که در بودجه جمهوری اون مبلغ در کاری نیست، زینه به زینه به یک قدر کم این بلند کرده می شود. نه، حال مسئله یعنی معاش و مسئله این چیز کاملا دیگر است. یک دقیقه در همین حالتهای غیر چشم دوست در بودجه جمهوری و مبلغ نیست که خب گرفته و در این مثلا سفر برکنند. و البته حکومت هم از نهادهای دیگرش خب میکوبد مبلغ. خب حکومت میخواست که نهادها در یک جایگی با جامعه شهروندی یک مبلغ جمع کرد و اونا با صرف کنند و با همون مطابق مکانیزمی که شهر نویایی که در اون جانمین کمبودی شده است. البته چطوری که اکا عزیز قید کردن، این از قانونگذاری یگان محدودیت نیست. حق حقوق هر یک شهروند است که کمک خودش به حکومت مستقیم به واسطه شخص دیگری برساند و همین محدودیت ببینید من این محدودیت قبول نمیکنم. تو این مثلا وقتی که امکان بود که به شکل دیگر یک مکانیزم ساختن، یعنی استفاده کردن از وکیل همون ناحیه اومدن به نزد وکیل یا دعوت کردن یا که زنگ زدن و وکیل خب البته وظیفه دار است که با حکومت ناحیه خب یک ستاد کنات ستادی ها 2-3 نفره که برای رسوندن کمک
مستقیم نوابسته از نهادهای حکومتی خب انامیره با مردم برساند. فقط از نهادهای حکومتی روی خط مردم فقط میتونست وکیل طلب کند و نماینده حکومت وکیل و جامعه شهروندی میتوانستند این برسانند. خب در اینجا کمتر یک نفهمی بین جامعه شهروندی نهادهای حکومتی شده است. در اینجا در فکر من که خب همین کار تا آخر نبردن. تشکر. جناب قادروف، نظر شما رو در رابطه به همین سوال میخواستم بپرسم، شما چی میگویید؟ آنچه که دوست ما گفت که مقامات حکومتی باید با جامعه شهروندی همکاری میکردن خیلی درست است، ولی متاسفانه این همکاری، این هماهنگسازی باید در اون شکل صورت گرفت که نباید صورت میگرفت. یک تضاد است. وقتی که هر یک کار خیر از طریق مجبوری، از طریق اجباری می شود، هر یک نفر در اون یک رفلکسی جوابی پیدا می شود. یعنی که اگر من رو برای کدام کار مجبور کردنی شوند، من حتما اون کار نمی کنم اگرچند که کار خیر است. اینجا همین حادثه صورت گرفت. یعنی که مقامات خواستند که با جامعه شهروندی و عموما مردم پولی که خیر کردن میخواهند با همون صورت حسابی که دولت ساخته است، حکومت ساخته است، با اون روان کنند، یعنی که به طریق مجبوری. این چیز هیچ رایج نیست، این چیز نباید باشد. هر کار خیر باید که صدقاً صورت گیرد و هر یک هماهنگسازی باید که دو طرفه باشد. ببینید، شهروندان تاجیکستان در امریکا در صحبت‌های علاهیده گفتند که برای آسیب دیده‌های درگیری‌های وارخ و خواجه اعلی و چارکو در چند روز $6,000 جمع آوردند و می‌خواستند این را به $100,000 رسانند به مردم محتاج بردتیان. بعدی درخواست مقامات رسمی این پول را به حساب وزارت مالیه گذرانید. تشبسکاران پول را به مردم خیرها برگرداندند، یعنی که پس گرفتند و همین طور از این کمک مردم آسیب دیده محروم شد. جناب عثمان زاده، شما به این مسئله چی میگویید؟ اندیشه من همین است که البته دخالت حکومت در عیناً همین حالت نادرست است. حکومت باید وقتی که مردم قابل قبول نمیکرد که پولش نمیخواهد، یعنی باور ندارد، از نهادی، از یک رئیس ناحیه، خب از یک گروه باور ندارد، مردم مستقیم میخواهد، خب بگذار من قید کردم وکیل است. خب ما داریم شورای جمعیتی داریم که با واسطه همون نهادهای جمعیتی که در مثلا فضای سیاسی جامعه ما فعالیت میکنن، اونا را سفربر میکردن که با جامعه شهروندی این کمک به مردم برسد، نه اینکه یک مانعه ایجاد کردن. ببینید وقتی که مانعه ایجاد میشود، وقتی که یک پیشنهاد میشود و پیشنهاد قبول نیست، باید که حکومت باید پیشنهاد دیگر را پیشنهاد کند. ما میدونیم که امروز حکومت با اون درجه که در کار است البته کمک میکنه، لیکن ما میتونیم با بیشتر کمک کنیم، چون جامعه شهروندی را مردم استفاده کنیم، از امکاناتهای مردم ما، از فرهنگ مردم که اونا در مثلا چنین حالت مردم در یک گوشه تنها نمیگذارند و این مبلغ‌های کلانی هم وارد میشد که میتوانستن در آبادانی همون دیار، همون منطقه بیشتر مبلغ گذاری شود، نه تنها که خانه آنها. تشکر. توجه شما را به صحبت یکی از جوانانی که از جمله همین گروه شهروندان در امریکا جلب میکنم. دلیر غفرانوف، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک مقیم امریکا، میگوید که اگر در این راه مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی دست کمک دراز میکردن بهتر میبود. حالا بیاید به این نوار ویدئویی توجه میکنیم و صحبت ما رو ادامه میدیم. واقعا جای تاسف است که یک موضوع خیر، یک اقدام تشبوسی نیک میآید آینده در یک موضوع بحثی قرار میگیرد و این یک اولین حالت‌هایی بود که جامعه شهروندی، عموما مقامات رسمی میتوانست که همه قشرهای جامعه تاجیکستان رو به هم آورد. من که همگی یک سال بیشتر در امریکا هستم،
اینجا مهاجرانی که تجربه زیادی هجرت دارن اقرار میشن که این اولین حالت بود که اکثر مهاجران آماده بودن به هر شکل سهم خود رو در حل مشکلی داخلی، مخصوصا در مثال مثلا آسیب دیدگانی یا قربانیان مرزی برای مثلا اولیای آنها کمک رسانند. و متاسفانه این تشبس ما با نافهمی بعضی از شاید نفران مسئول ناکام شد. در کل بگیریم یک حالت تاریخی بود که مثلا یک فرهنگی همدلی بین قشرهای گوناگون جامعه باید تشکل می‌یافت و متاسفانه حالا یک نافهمی صورت گرفت. جناب قادروف، شما صحبت داشته بودید میکردید، حالا برمیگردیم به شما به این حرفای دلیر غفرانوف چی نظر دارید؟ البته اون چیزی که دلیر گفت اون از درد دل گفت، یعنی که اون واقعا مردم تاجیک که در تمام گوشه‌های دنیا بودن از این حادثه هایی که رخ داد در حقیقت غمگین شدن و خواستن که دست کمک روان کنن. ولی اون طرزی که ما دیدیم مقامات در این حالت دخالت کردن و گفتن و نگذاشتن که جامعه شهروندی مستقلانه همین کار را کند، اگرچند که جامعه شهروندی تجربه خیلی زیاد دارد. و اون چی که رخ داد، اون چی که بعداً رخ داد، یعنی وقتی که یک قسم مردمی که پولشون داده بودند خواستند که پولشون برگردانند، بازخواند کنند، این بدترین حادثه که شد این همین بازخواند کردن پول خیریه که برای کمک جدا شده بود. این نشانه اعتماد است. آنچه که رخ داد این نشانه اعتماد است، اعتماد به فعالیت مقامات. یعنی وقتی که من پولم میتیم میگم که همین پول من خیر کنید و بعدا میگم که نه من به این انسانی که پول من باید برده رساند اعتماد ندارم و پول خودم باز میگردانم، این ناباوری است. ببینید این نظر را ما هم شنیدیم که حکومت از تشبس جامعه شهروندی ترسیده است و از آنکه چنین تشبسی مردمی میتواند سبب شکل گرفتن حرکت‌های سیاسی می شود. جناب عثمان زاده نظر شما در این باره چی است؟ آیا این گونه حرفا واقعیت دارن یا نه، یا این همگی یک کمک بشردوستانه بود که شهروندان میخواستن که به حس وطن دوستی به مردمی آسیب دیده خودشون برسونن؟ نظرتون چی است؟ بیایید این مسئله را پهلوهای اساسیش نگاه کنیم. پهلوهای اساسی برای حل مسئله، نه اینکه در این باره ما یک صحبت کنیم همچون غیبت، بلکه پهلوهای حل مسئله. جامعه شهروندی هم در یک مشکلات اندک عذر میخوام یا که با زانو زد دیگه هیچ کار کرده نتونست. یعنی که همین قراری حکومت نیست. حکومت با واسطه آینه نیلگون یا قرار حکومت یا یگون ساختار مثلا یگون مکتوبی روان کرده باشد نیست. یک نهاد دولتی با واسطه تلفن یا اینکه در صحبت با نماینده نهاد شهروندی خوب گفته است که همینه با واسطه بانک ملی و وزارت مالیه باید که کنین. ولی جامعه شهروندی هم باید حق و حقوقش طلب کند. فیشنگ‌های دیگر را باید بکوبد، باید هم را استفاده کند. هیچ کس برده محکم نکرده است. میتوانستم من پیشتر گفتم با وکیل همون ناحیه باید مراجعه. وکیل برای چی است؟ وکیل برای نماینده مردم است. خب هر کاری که میشود از وکیل باید طلب کنن که وکیل مجلس نمایندگان محترم وکیل شما نماینده مردم هستید، ما میخوایم کمک کنیم لیکن نوابسته از نهادهای حکومتی، یعنی به طرز جامعه شهروندی باید مکانیزم با واسطه وکیل ایجاد میکردن. ما جامعه دموکراسی را ساخته ایستادیم. خب که تا آخر گوش کنید، انا منجاشه خواهش میکنم. در همین جامعه ما کی زندگی میکنند؟ ما مردم میدوریم که پر زندگی اسلامی است. خب مردم میدوریم که هنوز هم در ارزش‌های خوب کمونیستی زندگی میکنند. مردم خوب جوانای دوریم که در ارزش‌های دموکراتی میخوان که زندگی کنند و هنوز اکثریت اونها ارزش‌های دموکراتی را از خود نکردن، نمیدونن. برخورد عقیده و انمون فکر و اندیشه و فرهنگ و حتی دینداری و دیگر
میتواند یک مشکلات ایجاد کند بین حکومت بین مردم. لیکن نوابسته از این ما کنستیتوسیون داریم، قانون ها داریم که زندگی ما را تامین میکند، تنظیم میکند. ما باید از اون استفاده کنیم، از حق حقوق خود، از فیشنکو، از نماینده مردم درست استفاده کنیم، طلب کنیم، یک بار نه چند بار طلب کنیم، قاطعا طلب کنیم، با واسطه شبکه‌های اجتماعی مراجعت کنیم که خب بخیزد و کارش اجرا کند دیگر، نه اینکه رجب میرزا خودش تنها بخیزد، وکیلش بخیزد. خواهش میکنم مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم. بله. مقصد از آنچه که امروز ما حاضر گفته ایستاده‌ایم تنقید کردن این و آن جانب نیست. مقصد پیدا کردن راه حل همین مشکلی رخ داده تا اینکه در آینده این چیز تکرار نشود. ما وقتی میگوییم که در تقسیم کمک های بشردوستانه یک گروه آدمان باور نکردند و مبلغ های خودشان باز خواندند، این معنی ندارد که نسبت حکومت عموما یک ناباوری وجود دارد. برای مثال وقتی که در سرحد مناقشه با همسایه های قرقیز ما سر شد، مردم از آن جمله همون منتقدان حکومت در پهلوی نهادهای حکومتی ایستادند و با هم مرز تاجیکستان حمایت کردند. نشانه خیلی بلند اعتماد به مقامات قدرتی تاجیکستان بود. ولی هنگام تقسیم کمک های بشردوستانه تجربه که تلخی که ما در دوران پاندمی داشتیم نمیتوانست به افکار جامعه تاثیر نرسانده ماند. ببینید در تاجیکستان تشبس‌های شهروندی در سطح محل از قدیم وجود داشت و حالا هم ادامه دارد. مثلا هر بهار مردم خودشون جمع میشوند، نهر یا جوی دیه را پاک میکنند و به مدیریت کسی هم احتیاج ندارند. همین تشبسی که ما در بارش صحبت میکنیم مگر مثل همین حشر یا بسیج کردن کمک‌های جامعی یعنی وسیع‌تر برای حل مشکل نیست؟ میخواستم نظری هر دو شما را در این باره بدانم. جناب قادرов شما چی میگویید؟ مرحمت. این همون چی است، همون یک چی است. یعنی میگویند که اگر که خیر کردی همون یک دانه تخم هم خیر کردی همون خیر است و اگر که 100 کیلو طلا هم خیر کردی همون خیر است و مکانیزم این خیر تغییر نمی‌یابد. اگر یک نفر با اون مردم اعتماد کردند و بایگری خودشان مبلغ خودشان به اون دادند که تو برده خیر کن، این نشانه آن است که همین آدم، همین انسان یا که همین مقام تا این وقت یک آبروی اعتماد پیدا کرده است در بین جامعه که با اون باوری کردن، با اون اعتماد کردن و اگر با کسی باور نکردن و با کسی مبلغشان ندادن، این نشانه آن است که همین شخصی که با اون ندادن مبلغشان تا این وقت نتوانسته است اثبات کند که وای شفاف کار میکند، وای صادقانه خدمت میکند. در تمام جهان در چنین موردها در اون هنگام رخ دادن یگان حادثه ناخوش یک گروه مرکزی هماهنگسازی رسانیدن کمک‌های بشردوستانه وجود می‌سازند. در تاجیکستان هم هنگام بعد از جنگ شهروندی چون یک مقام وجود داشت، همین شرط ما اجباری به گردن دیگرها بار کردن شده. تشکر. ببینید بعد چند روز از قطع همین تشبس شهروندی که ما درباره صحبت میکنیم، بانک ملی تاجیکستان گفت آنهایی که میخواهند به آسیب دیدگان مناقشه در دیهات مرزی کمک کنند پول را به یک حساب و حساب وزارت مالیه انتقال دهند، چون امکان سوء استفاده و دزدیدن پول خیرخواهان وجود داشته است. ولی در دوران پاندمی کووید 19 وزارت مالیه صورت حساب باز کرد و از مردم خواست که برای خریدن دارو و دوا و تجهیزات طبی کمک کنند و 2-3 مراتبه درباره کمک پولیا معلومات داده شد و سپس دیگر خبری نشد و تا حال حاضر ما نمیدونیم که چرا معلوماتی درباره این کمک ها نیست. شما همچون وکیل پارلمان جناب عثمان زاده همین مسئله را تحقیق کردید و در پارلمان این مسئله مورد بررسی قرار گرفت؟ اون که در دوره پاندمی کمک‌هایی که مردم کرد در صورت حساب مالیه، ببینید ما کمیته داریم، کمیته مخصوص داریم که نماینده وزارت دعوت میکند
هر یک وعده که می شود، هر یک حالتی که در جامعه می شود، خب اون دعوت میکنن، حسابات میتید و این چیزا یک حساب خودش رو دارد و در مجلس حکومت هم این بررسی می شود. این پولای نیستن که اینو به حساب کوب رفتن دیگر کسی چیکاری که میکند. ما پالات حساب داریم. پالات حساب بغیر از مبلغ‌های بودجه تمامی مبلغ‌هایی که از بیرون داخل دیگر وارد میشود و استفاده اونها را نظارت میکنند. این مثالی خیلی فکر کردن خطا است بگیم که دیگر همین پول آمد اون را نکردن. شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است. آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالیه را دعوت کنند وزیر را و به اون سوال جواب کنند؟ این حق را شما ندارید؟ دعوت کردن مثلا وزارت مالیه، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا با یک ساختار مخصوص دیگر است که حسابات وارد میشوند. با نماینده پالات حساب در سرکمیته این مسئله چندین بار بررسی شد. برای آن که یادتان باشد اولین بار من خودم هم بیمار بودم، هم انتقاد سخت گرفتم. اوید بلند شدن نرخ ها، اوید مثلا نرسیدن دارو و دیگر، اوید فعالیت ستاد جمهوری بر ضد پاندمیه، کمبودی های زیاد بود. من انتقاد سخت گرفتم و بعد از این در مجلس حکومت همین پیشنهادهای من و دیگر پیشنهادهای کشیدن اینا را بررسی کردن، دیدن. تشکر. فقط ما اونا رسانوی نکردیم که در پارلمان این چیزا بررسی میشود. تشکر. و حالا توجه شما را به یک صحبت ویدیویی همکارمون جلب میکنم که در دوشنبه نظری ساکنان را به دخالت حکومت به تشبس‌های جامعه شهروندی پرسیدند. میبینیم باز برمیگردیم و با صحبتمون ادامه میدیم. مرحبا. که حکومت خطی مصلحت میکنن اما همین ورده در برای همین کور اول بعد مصلحت انیق میکردم بعد کور میدیدم. هر شهروند وقتی میخواد یک کار خیری رو انجام دهد این کار خصوصی او است، این پول خصوصی او است و او هر طوری که خواهد آن پول ها رو صرف میکند و به فکر من نقش جامعه شهروندی در همین حالت ها محض همین است که کمک کند به حکومت در انمیخ بعضی کارهای خرد و ریزه مثلا و اون آدمی که پول میخواد بدهد به آدمی باورینو که خودش به هر شخصی میخواد به او میدهد و در اینجا فکر میکنم دخالت هیچ مقامات باید نباشد. باید عریضه کنن در نام رئیس شهر چیپی قانونشون، باید مردم اعلام کنن، بعد تلویزیون به همه اخبارات چیز مردم جمع میکنن حکومت شهر دا بعد حکومت شهر برس دیلیت میکنن چیه پرد قلابات در تاجیکستان بسیار جهان قلاب هست که دیگه حساب وشگومه میگیرن و بانام همون ایست فره میگن دکسش میزنن میره ما چیکار میکنیم؟ حکومت باید که برعکس امکان فراهم می آورد که اون نفرهایی که در شبکه‌های اجتماعی مثلا فعال هستند، آنهایی که مثلا مردم به آنها اعتماد دارند توانند که یک مقدار مبلغ جمع کرده مثلا برای آسیبدگان کمک میکنند. ولی به هر حال حکومت باید نظارت کند که این نفران مثلا مبلغ‌ها را به منفعت خودشان صرف نکنند. یعنی که در اینجا همکاری حکومت و جامعه شهروندی ضرور است. ما باید باوری داشتیم به دولت خودمان که ما باید این کار دردم کنیم، کمک کنیم، مثال چی کنیم، چه به قانونه و برای روی قانون چی کنیم با همون دولت سر کار کنه. این یکی از خصوصیات‌های مهم جامعه شهروندی همین است که وقتی که در یگان قسمت کشور منطقه یگان مشکلی پیدا میشود البته که همه دست جمعانه میخوان یاری رسانه. البته در اینجا یک سوال پیدا میشود که با کی اون مبلغ را دهیم. یعنی هر کس یک شناس خود را دارد، هر کس یک دوست خود را دارد، میداند که با کی اعتمادش بسیارتر است و به همین سبب نمیشود که همه مبلغ ها را همه یاری بودگی را تنها طریق یک نقطه جمع کنیم، تنها طریق همون یک نقطه به همون مردم رسانیم. جناب قادروف، نظر شما به این حرفای ساکنان چی است؟ خیلی خواهش میکنم که فشرده صحبت کنیم که وقتمون خیلی تنگ است. مرحمت. مندرجه مضمون کوتاه همه اون صحبت هایی که این نفران در کوچه ها کردن یک چیز اعتماد به این یا آن شخص، اعتماد به این یا آن مقام. باید گفت که اعتماد با فرمان ساخته نمی شود، اعتماد در یک روز پیدا نمی شود، اعتماد با سالها
مهنت میکنند تا اینکه مردم با این یا آن شخص یا این یا آن مقام اعتماد پیدا کند. اگر به تاریخ همین کمک های کراود فاندینگ میگویند، اگر به تاریخ کراود فاندینگ تاجیکستان نگاه کنیم، در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد هستند گروه هایی که با این کار مشغول هستند و همون فعالیت اونها روز به روز اوج گرفته ایستاده است و روز به روز تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده ایستادند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تینی پوچکی که هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شود آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تین صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند. من بسیار میخواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پر با اعتماد کامل با این صورت حساب وارد کنیم. تشکر. جناب عثمان زاده، نظری شما چه است؟ مرحمت. درست میگوید مردم، در واقع درست میگوید. کمک بشردوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد قانونگذاری منع نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نیروهای حکومتی باید کمک میکردند. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خب در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست، من چطوری که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت معین میکنن، یعنی متخصص و کارمندان حکومت است که این کار باید که اونا تشکیل میکردن که این باز میگشت و اعتماد مردم در یک نظر خوب نمی صحبت ما پیدا نمیشد. خب این معنی هم ندارد که دیگر همین حکومت ضد مردم است، یک چیز نه. البته در هر کار یک کمبود میشود، لیکن معنی اون ندارد که با همین ما دیگه دستمون بالای دست بمونیم، خب از این کار خب مشغول نباشیم. راه حل این مسئله به نظر شما چی بوده میتواند رو برای ما میگفتید؟ مرحمت شروع میکنیم از جناب عثمان زاده. بفرمایید. باید هر یک شهروندی که میخواهد برای یک منطقه تاجیکستان کمک کند وکیل دارد، هر یک ناحیه مراجعت کند که وکیل با انمون ناحیه مراجعت کند و روی خط بگیرد، طلب کند که چقدر ضرر دید، روی خط مردم معین کند و برای سفربر کردن انمون مبلغ دسترس کردن و به حکومت با اون مردم رساندن. خب یک گروه از جامعه شهروندی تقریبا 2 نفر وکیل و نماینده حکومت، خب یک گروهی شود که این باید به اونجا برسد، با مردم این کمک برسد. بله. جناب قادروف شما چی میگوید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید. خب پیش از همه باید که از این حادثه که رخ داد درس عبرت آموخته شود. یعنی که پیش از همه مقامات باید به جامعه شهروندی اعتماد داشته باشند، باور کنند، از فعالیت های اونها رشک نبرند و با اونها در حالت ضروری کمک کنند، چون که این جامعه شهروندی اینها هم شهروندان همین کشور هستند و هر مقام و هر مرامی که دارند، هر یک کوششی که میکنند به خاطر آبادی این کشور است. دوم، باید که در آینده مثل اون که گفتم درس عبرت باید باشد این حادثه رخ داده و در آینده اگر چنین حالت ها رخ دهد مقامات باید که با جامعه شهروندی هماهنگ سازی کنند، یعنی که یک مرکزی هماهنگ سازی کمک های بشردوستانه تشکیل کرده شود که در آن چه نمایندگان مقامات حضور داشته باشند و چه نمایندگان گروه های تشبسکار جامعه شهروندی. بله فهماد. تشکر زیاد. که بیاید این کمک شفاف و عادلانه تقسیم کرده شود بین اونهایی که واقعا هم احتیاج دارند.
تشکر زیاد و در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. بینندگان گرامی، اگر نظر و پیشنهادهای مهمی برای جامعه دارید و میخواهید درباره آن بحث شود، زیر همین برنامه به ما نویسید. مهمانان برنامه امروزی ما سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی و وکیل پارلمان تاجیکستان و عبدالملیک قادیروف کارشناس مسائل سیاسی کشور بودند و من میرزا نبی خالقزاد برنامه رو پیش میبردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.